سلیم سلطانزاده سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف در حدود جمهوری فعلا ممنوع نیروهای مخالفین تاجیک میگوید مقامات نویه ظفرآباد ولایت سوخت قطعه زمینی را که دادر او حلیم میسابایف هنوز سال 2008 در آن خانه سوخته بود دولتی کردند و حالا توسط دادگاه طلب دارند که دادر او همراه زن و دو فرزندش آن خانه را خالی کنند. در عریضه دعواگی که از نام مقامات اجرایی نویه ظفرآباد و با امضای رئیس نویه ظفر اسماعیل زاده به عنوان رئیس دادگاه ظفرآباد نوشته شده است تاکید شده است که اهل عائله حلیم میسابایف باید از آن خانه دعواگی به دادن دیگر منزل استقامتی کوچانده شوند. سلیم سلطانزاده روز 23 ماه سال 2024 در صحبت با پایگاه خبری بامداد قرار دولتی کردن خانه برادر خورده‌اش را سیاسی و انتقام مقامات برای فعالیت‌های سیاسی اپوزیسیونیش نامید. در نامه رئیس نویه ظفرآباد به دادگاه گفته می شود که در حقیقت با قرار رئیس جماعت شهرک ظفرآباد از 6 یونیو سال 2008 تحت رقم 58 قطعه زمین منزل استقامتی واقع در دهه لوگین به نام شهروند ایسابایف سلیم داده شده ولی در اساس اعتراضات داستانی نویه بنا به غیر قانونی بودنش بازم با قرار دیگر رئیس جماعت شهرک ظفرآباد از 4 ماه سال 2024 تحت رقم 06 آن قرار قبلی بیکار کرده شد. رئیس نویه در نامه‌اش نوشته است که در آن قطعه زمین به سلیم میسابایف جدا شده گویا از طرف شخص نامعلوم منزل استقامتی ساخته شده است و از این سبب در اساس امر رئیس نویه از 15 ماه سال 2024 تحت رقم 28 این خانه بی رقم در دهه لوگین همچون مالکیت بی‌صاحب و غیر قانونی ساخته شده دولتی کرده شد. رئیس نویه می نویسد که فعلا در آن خانه جوابگران حلیم میسابایف با همسرش سیاحت سعید و دو فرزندانش فردوس و دردانخون نابالغ زندگی دارند که هرچند از طرف مقامات نویه یکشن مرتبه آگاه کرده شدند که آن خانه را خالی کنند ولی آنها سرکشی کرده استودند که مجبور شدیم به سود مراجعت نماییم. سلیم سلطانزاده روز 23 ماه در صحبت با بامداد گفت که در حقیقت آن قطعه زمین را به او داده بودند ولی از بس که او همراه مادرش میزیست اون قطعه زمین را به دادرش داد و با پولی که دادرش حلیم از مهاجرت کاری میفرستاد در آنجا برایش خانه ساختند. اون خانه را نه یگان شخص نامعلوم بلکه با پول حلال با عذاب در روسیه کار کرده دادرم ساخته بودیم. از بس که در رسم و رسوم مردم تاجیک بین برادران قانونبازی نیست ما فکر نکردیم که زمین را رسما به نامش کنیم. بعدی که من از تاجیکستان رفتم دادرم خواسته بود که اون زمین و خانه را به نام خودش گرداند ولی مقامات گفتند که برای عوض کردن صاحب ملک باید برادرتون خودش بیاید. نقل کرد سخنگوی پیمان ملی. به ضد سلیم سلطانزاده برای فعالیت‌های اپوزیسیونیش در تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند و طبیعی است که او به ظفرآباد رفته زمین را به نام دیگر کس کرده نمیتوانست. سلیم سلطانزاده گفت که این در حالی است که دادرش حلیم میسابایف 16 سال بدون یگان مشکل در همان خانه زندگی کرده بود. سلیم سلطانزاده که سال 2016 در اروپا به سر میبرد ماه مارت نیز از آن شکایت کرده بود که دو برادرش حلیم جان ایسابایف ساکن دهه لوگین نویه ظفرآباد و علیشیر ایسابایف ساکن مرکز این نویه را روز 17 و 18 مارت به شعبه امنیت ملی این نویه دعوت کرده تهدید کردند که اگر برادرشان در اروپا در تظاهرات ضد سفر نوبتی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به اروپا اشتراک کند سیم برق خانه هر دوی آنها را خواهند برید. حامیان حقوق پیوسته حکومت تاجیکستان را برای فشار و تعقیب خویشاوندان مخالفین سیاسیش به باد انتقاد میکشند و طلب میکنند که از چنین شیوه برخورد دست بردارند. در دوشنبه به این دعوت‌ها یگان پاسخ و اهمیت هم نمیدهند.